قصداً کشتن مردم توسط گرسنگی در غزه که آن را رژیم اشغالگر اسرائیل تشکیل کرده است و نقش کشورهای به نام مسلمانی در این فاجعه یکی از موضوعهای اساسی هفته‌های اخیر گشته است. عکس‌العمل‌های دهشت‌انگیز از غزه و رقم‌های مرگ آدمان از گرسنگی یکباره زبان مسلمان‌ها را در این موضوع سخت‌تر کرده است. تا به نزدیکی جامعه مسلمانی نسبت رهبران عالم اسلامی و عرب با احتیاط و نرم حرف می‌زد، ولی حالا نمایندگان حماس آنها را آشکارا دشمن می‌نامند، زیرا آنها در گرسنه نگاه داشتن مردم غزه همدست شدند. یکی از چهره‌های شناخته حرکت حماس، طلال نصر، با یک مراجعت آشکارا به رهبر حکومت نظامی مصر عبدالفتاح السیسی گفت که حماس آماده است در عوض برای هر ماشین کمک‌های بشردوستانه که اجازه داده شود تا از گذرگاه رفح وارد غزه گردد 10 مرتبه بیشتر مبلغ پرداخت نماید. او گفت: من میدونم که تو پول را دوست می‌داری و تو قیمت داری. تو خریده میشوی و فروخته میشوی. کشورهای خلیج فارس را میگردی، خود را خور میکنی برای پول. حالا اجازه ده که کمک به غزه درآید. ما به تو برای هر یک ماشین کمک رسانی 10 مرتبه بیشتر مبلغ میدهیم. در همین مراجعت خود نماینده حماس به السیسی یک خط آخر گذاشت: یا در مصر یک قیام یا شورش حقیقی سر میزند تا دیگر در دروازه خدمتگارهای اشغالگران نباشد، یا گذرگاه بازوری باز می شود نوبسته از خواست آنهایی که آن را بستند. در همین حال بسیاری ها را یک اظهاراتی که اخیراً نشر شده بود به حیرت آورد. اظهارات شیخ احمد الطیب، امام و رهبر دانشگاه الازهر مصر. در آن گفته می شد: هر کسی که اسرائیل را با سلاح یا با قرارهای بین المللی پشتیبانی می کند شریک مستقیم قتل عام است. ما میگوییم که گفته میشد، زیرا دیرتر این اظهارات نیست و رد کرده شد. توضیح دادند که چنین بیانیه میتواند بر روند گفتگو و به دست آمدن سازش میان طرفهای جنگ کننده خلل رساند. نیست کردن اظهارات در شبکه‌های اجتماعی بحث سخت را به وجود آورد و بسیار کارشناسان را نه آنقدر نیست کردن اظهارات بلکه خودش پیدا شدن آن به حیرت آورد، زیرا این اظهارات سیاست همدستی در قتل عام را محکوم میکرد و سیاست حکومت مصر را که دانشگاه معتبر اسلامی الازهر زیر آن قرار دارد